همین اول کار بگم مهمترین نکته واسه خوابوندن کسری بسیجتون کیه؟ وقتی که توی دوران آموزشی هستین. بچه‌ها قبل از اینکه وارد دوران آموزشیتون بشین یا حتی وقتی که توی دوره آموزشی هستین، یکی از مهمترین کاراتون چیه؟ اینه که بیافتین دنبال کارهای کسری بسیجتون. حتی گفتم چی؟ قبل از اینکه وارد آموزشی شین و از همون طریق، از طریق نظام وظیفه سعی کنید کسریتون رو بخوابونید و اصلا نکشه به منطقه یا یگانی که میخواید برید خدمت کنید. چرا؟ چون که اگر برید اونجا بعضی از یگانا هستن وقتی میفهمن شما کسری دارین شما رو خیلی اذیت میکنن. اول اینکه وقتی وارد منطقه میشید که میخواید حالا سربازیتون رو اونجا بگذارید بعد از آموزشی، سعی کنید که کسی نفهمه که شما کسری دارید. این چیزیه که همه میگن و این خیلی جا صدق میکنه. معمولا یگانا دنبال سربازایی هستن که چی؟ که کسری نداشته باشن و بتونن توی طولانی مدت توی یگانشون بمونن و فعالیت کنن و نخوان هی دنبال سرباز بگردن. اونجوری واسه شون پر درد سره. و اینم بهتون بگم که این نکته ممکنه اذیتتون کنه. الان که توی شرایط جنگی هستیم و هر لحظه ممکنه شیپور جنگ باز به صدا در بیاد، ممکن نامه‌هایی که از طرف یگان شما زده میشه واسه بسیج یا اون ناحیه‌ای که توش فعالیت بسیج دارین ممکنه به تعویق بیفته، ممکنه نامه ها رو نزنن بذارن واسه بعد جنگ کنسل شه. پس بهترین کار چیه؟ اگه الان میخواید برید آموزشی، همین الان برید نامتون رو بگیرید، نامه اشتغال به تحصیل میخواد یا نامه اشتغال به خدمت میخواد از یگانتون بگیرید و ببرید به بسیجی که توش فعالیت دارید تحویل بدید و کسریتون رو بگیرید و همونجا بخوابونید. یکی از سوالای مهم اینه که آقا چقدر کسری بسیج به ما تعلق میگیره؟ احتمالا خیلیاتون میدونید حد اکثر 6 ماه تعلق میگیره که این 6 ماه شرایط خیلی خاصی داره. یعنی شما باید 2 ماه دوره کارت سبز گذرانده باشید که زیر نظر بسیج همون سپاه برگزار میشه و 4 ماه بقیه‌اش از فعالیت‌های شماست. طبق چیزایی که من دیدم معمولا اگه 10 سال فعالیت بسیج داشته باشه، یعنی سالانه مثلا 260 ساعت اگه اشتباه نکنم واسه شما فعالیت بسیج رد شده باشه، شما میتونید تا 4 ماه کسری بسیج بگیرید. 4 ماه 4 ماه و نیم. این میگم خیلی دنبال آشنا میگردن، خیلی بچه‌ها میرن پول میدن. اصلا این کارو نکنید. خیلی وقتا ممکنه که این قضیه لو بره و شما کارتون به دادسرای نظام برسه. سعی کنید، حالا خیلی دنبال آشنا هستن یا چیز دیگه، من چیزی رو توصیه نمیکنم. فقط میگم که اگر به هر نحوی دنبالش هستین، اول سعی کنید در راستای قانون باشه. دوم اینکه شما 260 ساعت فعالیت سالانه میخواید تا بتونید یک کسری خیلی خوب بگیرید. هرچند شما اگر 1 ماه هم بگیرید واسهتون خیلی زیاده. وقتی وارد خدمت بشید متوجه میشید. حالا اومدیم تو طول خدمت، میخوایم کسریمون رو بخوابونیم. باید چیکار انجام بدید؟ میرید به یگانتون، به فرماندهتون میگید من نامه اشتغال به خدمت میخوام. نامه اشتغال به خدمت رو واسه شما میزنه، بر اساس اطلاعات شخصیتون به شما میده و شما میبرید به اون ناحیه سپاه، ناحیه بسیج و تحویل میدید و کسریتون رو به شما میدن و شما میایید توی نیرو انسانی میخوابونید و تاریخ خروجتون مشخص میشه که خیلی لذت بخشه. دوره کارت سبز واسه ارتش چجوریه؟ واسه سپاه چجوریه؟ واسه سپاه اینجوریه که شما آموزشی نمیخواید برید، نیازی نیست برید و 2 ماهش از اول کم میشه، ولی 2 ماه کارت سبز واسه ارتش اینجوریه که شما حالا میگم میاد روی همون 4 ماهی که روی بسیج گرفتید و 2 ماه از خدمتتون رو کم میکنه. هر سوالی داشتید توی کامنت ازم بپرسید. سربازیتون رو با موفقیت پشت سر بذارید و اصلا به فرار فکر نکنید. با همه سختیاش داغونترین آدما هم گذراندنشون تموم شده رفته.